تا دختر 2 تا پسر. توی مسیری که اومدم خود من مشکل تنفسی پیدا کردم، به سختی میتونم راه برم، به سختی میتونم کاری انجام بدم. بعد پسر کوچیک من نگاه مریضه، بعد باید دکتر ببریم که اصلا بلد نیستیم، توانایی پولش هم نداریم. گنباری درست کردن بنده خدا. فعلا دولت سین بنده خدا یارم در اینجا موقتا اسکان دادن، چند روز گزارش میشه، اما بالاخره باید یک جای براشون پیدا شه. رقم بچه‌هایتون دیش هوا یخ نمونن، اذیت نمیشن. سرده، هوا سرده، بچه از من دیگه از یک لقمه نان به سختی هوای سرد، نه پتویی، نه بالشتی، نه توشکی، نه خانه، نه گرمایش. خانه نمانن بتونن از این وضعیتی که هست در بین بارون یک خانه و در اونجا زندگی کنن. دیگه دید ندارم. شما مشکل داره، اون حالا عینکش هست، در خود ما عینک شکسته. الان عینک ندارم. مدارک نداشتیم، کار نمیتونستیم. خودم که مشکل اینجوری داریم که کار نمیتونم. پسر بزرگم اینه. من که توان کار ندارم. خودم توان کار زیاد ندارم. حالا قبلا به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز. انشالله هر جای دنیا هستین خوش و خرم سلامت پیروز باشین، جانتان جور باشه از دل. امروز پنجشنبه 26 سرطان 1404 است. افغانستان ولایت غزنی ولسوالی جاغوری اعضای دل. امروز آمدیم به دیدار دوست مسافر ما که از ایران آمده و یک هفته تمام در هتل مانده و نتونسته استقبال پیدا کنه و از نظر مالی و اقتصادی هم در مشکل خورده. خیلی تعدادشان هم زیاد دوستان میشه. ما امروز آمدیم یک ویدیو گزارش ازشان بگیرم که ببینیم در کجا زندگی کنید. دوستای ما چند مدت در هتل زندگی کردن، بعد از اینکه موقعیت ها براشون سخت شد، آقای محمد حسین دولت بنده خدا، دولت همدم آورده یاردم سردخانه که در بغل سالون خزاده بود در اینجا زندگی مونن. شما باشین از ما جزئیات بیشتر از زبان از خودونچ بشنوین، ولی دوست دارم اگه بتونین تواناییش داشته باشین در عرصه خانه و مالی بتونین از دوستا همکاری کنین. با این دوستا خواستم پایین از این سردخانه بال از یک گنباری درست کردن بنده خدا. فعلا دولت سین بنده خدا یارم در اینجا موقتا اسکان دادن، چند روز گزارش میشه، اما بالاخره باید یک جای براشون پیدا شود. کمبل یا الله یا الله یا سلام خب از دل آمدیم در داخل، اما رقم که وضعیت شما میبینین. اینجا هم تصویر بگیرد آقای محمدی عزیز اطرافه تا بعد بهش اینا باز یکی چند روز میشه همدن با چه مشکلاتی همدن چه سختی هایی دارن. یار ما از زبان از خودنش میشونی. این خدمت شما اول میشه خود معرفی کنی خدمت دوست از ما؟ محمد جان هستم از ولایت دایکنده ولسوالی شهرستان. چند ساله بودم ایران بودم، قبلا هم اینجا زندگی کرده بودم، به خاطر همون اینجا انتخاب کردم آمدم. مشکلات زیاد بود دیگه، سرمرزم اذیت شدیم اینجام که الان یک هفته هم شده هتل بدیم، امشب آمدیم اینجا با کمک یک از بنده خدا. اینجا وضعیت میبینید همینجوریه دیگه، دست بالم خالی، از اینجا پولی نیاوردیم، نداشتیم که بیاریم. اینجا هم که وضعیت همینجوریه. ایران هم که مشکلات مریضی داشتم، چند بار خودم عمل شدم، اون پسر کوچیکم هم 2 بار عمل شده، خودم کلیام عمل شده. قلبم که مشکل داره، پاهم که دستگاه گرفته، دستم بریده است، توان کاری ندارم، بالاخره که کار کنم. 9 نفر آدم است. چند روز میشه آمدین اینجا؟ 2 فامیل شما؟ 2 فامیل ماره. 2 فامیل چند روز میشه آمدین اینجا گفتین؟ ما یک هفته میشه در هتل بودیم. در یک هفته خانه پیدا نکردین هنوز؟ خانه پیدا نکردیم.
این شو اینجا آمدم. بالاخره اینجا که وضعیت میبینید همینجوریه، نه فرشی نه ظرفی، هیچ چیزی هم نداریم. وسایل خانه شون چه رقم شد؟ وسایل خانه نداریم. از ایران در باربری زدیم برای کابل، اما وزنش هم که نداریم. از این لاله هم تقریبا 25000 افغانی از این لاله شده، 35000 افغانی از مشته. همین چیزای ضروری را، البته همه‌اش را نه. وسایلشون رسیده علی؟ خبر ندارم، زنگ نزدیم. آره زنگ نزدم در شهر. دیروز یک چند بار زنگ زدم جواب نداد. احتمالاً رسته باشه. ما بود 15 روز تا 20 روز میرسه. اینجا شاو چه رقم گذارین؟ کمبلی نمیدونم چیزی دارین؟ چیزی نداریم. شاو بچه‌هاش یخ نمونه اینجا تعداد ماشاءالله مجبوریم تحمل کنیم، چاره نیست. این بنده خدا این دو تا پتون شب در وقت آورد. برای مزی کوچولو دیگه پتون برای فرن هیچ نداره. چه رقم اوضاع مالیش چه رقم از هر دو خانواده؟ اوضاع مالی هم از بنده خدا خراب، هم از خراب. هزار دیم اوضاع مالی خرابه. یعنی از ایران که آمد این چیزی دادیست نداشتید؟ نه. اونم یک مقدار سرمرز کمک کرده بوده، مقدار خود ما داشتیم برای فعلا تا حالا با همون گزاره کردیم، دیگه آخرایشه. دیگه خلاص میشه. دیگه خلاص میشه. دوستای عزیز، ما را هم که صدای دوستای من میشنوین، ما تصویر میگیریم از کل خانواده، ان شاء الله براشیم تصویر میگیریم. اولین دیسی که ما باید بگیریم یک اطلاع رسانی کنیم، یک خانه بتونیم برای دوستا پیدا کنیم، خانه یک جمع جوری که بتونن حداقل گزارششون شود. و جدا از اون دوستایی که توانایی مالی دارن، حالا ما نمیگیم چقدر، هر کس به اندازه توانش بتونه در این خانواده کمک کنه، تا یا هم بچه‌هایی که در اینجا هستن، یک دفعه بگیر آقای محمدی بچه‌هایی که در اینجا هستن لااقل اینا بی سرپناه نمانن، بتونن از این وضعیتی که هست در بینبارون یک خانه و در اونجا زندگی کنن. حالا این مشکلات، این بحران البته مال یک روز نیه، این بحران ادامه داره. منتها فعلا اولین خانواده که در اینجا آمده و نیاز به کمک از ما شما داره و ما باید دستشان بگیریم. خب شما دوست از خود معرفی کنید لطفاً. من سید گلحسین حسینی هستم. تقریبا 27 سال داخل ایران زندگی کردم. در 27 سال شما مدرک در اونجا نداشتین دیگه؟ مدرک نداشتیم، بعد سربرگه داشتیم، سرشماری داشتیم، مثلا باز موقع گم شد، باز موقع مثلا در صفحه مثلا زیاد بود که صفحه‌مون نرسیدن. آخر سر همین سربرگاه گیرم آمد که این سربرگاه آخر هم که نچلید دیگه، همه را گفت وقت تا 15 بیشتر وقت نداره، بعد بری کشورتون برگردید. شما چند نفر عیالین؟ من 6 نفر. 6 نفر. بله. 6 نفر شما، این 10 نفر دوست ما که میشه 16 9 نفر؟ بله. 15 نفر ها؟ 15 نفر. اعضای دل، صدای عزیز دوستان شما میشنوین. احسن اگه شما گفتیم وسایل خانه بخریم، وسایل خانه براشون میخریم. اگه خواستین نقد دستش خودشون بدیم که بتونن خرجی برای بچهای خود بگیرن، یک مواد غذایی هم درسته. بالاخره با هر عنوان، با هر چیزی که شما میخواین مدونمون صورت برای شما این کمک ها رو میرسانیم. دیگه عرضم حضور شما که شما گفتنی دیگه ندارین درست از ما؟ حالا گفتنی لالای همین وضعیت مونه دیگه. اگر بشه همین وضعیت مود زودتر بچه هم مریضه، خودم که مریض و مشکل کلی هم که دارم، گفتم پامم که این دستگاه گرفته، الان از اینجا بریده تا اینجا کلن آهنه، رامورم کلن ورم مونه دیگه. دستم که اینه بریده، پرونده پزشکی هم کلن هسته، تمام پرونده پزشکی موجوده. اون بچه کوچولوی دست رو بغل کرده، اینم 2 بار عمل شده کلیش تا الان هم بازم کلیش مشکل داره. اینمی بچه چیمایش مشکل داره. خودم اینا شام نمیبینم، مثلا یه خورده هوا چی باشه دیگه دید ندارم. شما مشکل داره. اون حالا عینکش هست، خود عینک شکسته، الان عینک ندارم. وضعیت مالی من اینجوری بگم لاله خیلی خرابه، نه خیلی خرابه. این دختر من دیشب حالش بد شد، اصلا تا صبح نتونست بخوابه. دختر بزرگم همه مشکل داره. اینجوری بگم که خودم که مشکل کلیه دارم، همینطور از دنبال من جل شده. همه مشکل کلیه داریم. بچهای خانواده خود من اینجوریه. اینا بنده خدا دست بالش خالیه که سالهای سال ما اینا رو در ایران میشناسم، هم دیگه همسایه بودیم، نزدیک بودیم. اینا وضعیت درست حسابی نداره. در اینجا دوست یا آشنایی قوم قبیله نداشتین؟ خانه‌اش بریم فامیلی نزدیک نداریم. چند بنده خدا رو میشناختم که قبلا اینجا دیده بودم و با هم دیگه کار کردیم. یکیش به اسم اختره، هر کار کردم پیدا نتونستم. یکی به اسم آقای غلامی مو گفت که سوال کردم خدا بیامرز شده. دیگه یکی مات سفر بودم میگه خدا بیامرز شده. دیگه کسی را آشنا نداریم. اینجا اگر یک خانه برایش مهیا شود
پیدا شه و یک دوستی بالاخره اطلاع رسانی مونن انشالله به امید خدا خانه برشون پیدا میشه. انشالله به امید خدا دوستا خیرین کمک مونن به اندازه توانشان هر کدام. هر که به اندازه توانش دیگه این کمک اجباری نمیشه، هر که به اندازه توانش کمک کنه لالایگو دست همش درد نکنه انشالله که هم در دنیا هم در آخرت براش بیدین. وضعیت از ما همین هم در ایران وضعیت درستابی نداشتیم، هم اینجا اونجا هم که مدارک نداشتیم کار نمیتونستیم، خودم که مشکل اینجوری داریم که کار نمیتونم. پسر بزرگم اینه که توان کار ندارم، خودم توان کار زیاد ندارم. حالا قبلا در افغانستان چه در ایران یک دست فروشی اینا میکردم خوب بود، ولی که اینجا هم که چیزا نیست، پول هم نداریم که دست فروشی کنیم یا مغازه بزنیم، توان کارم ندارم. به خاطر همین ما جاغوری رو انتخاب کردم آمدم اینجا، چون قبلا بلد بودم مردمای جاغوری مردمای خوبی هسته، دست همش درد نکنه. قبلا هم آمدم کمک کرده برام، دستش درد نکنه. الان هم امیدی اول خدا بعد خدا، فقط امیدی این لالایگو آمدیم ببینیم این لالایگو اگر دست ما بگیره دیگه کاری از دست از ما بر نمیاد. سلامت باشید. دست همه لالایگو درد نکنه انشالله، هم در دنیا هم در آخرت برش بیدیم. تشکر. خوردن شما مشکلات زیاد فکر کنم، کدام تن اگه میتونین یک دهنکتن توضیح بدین بیشتر خوب میشه. چند نفر اولاد دارین، همه بچه‌هایشون دیگه سفرتون مریض نشد، مشکلات برایشون پیش نیامد؟ چرا؟ ما خودمون 4 تا فرزند دارم، 2 تا دختر 2 تا پسر. توی مسیری که اومدیم خود من مشکل تنفسی پیدا کردم، به سختی میتونم راه برم، به سختی میتونم کاری انجام بدم. بعد پسر کوچیک من نگارم مریضه، بعد باید دکتر ببریم که اصلا بلد نیستیم، توانایی پولش هم نداریم. بعد از نظر تحصیل مدرسه اینا که واقعا صفر، از نظر زندگی واقعا سخته. چند سال تو ایران بودیم به سختی آمدیم، نه پولی داریم نه چی. ما خودمون پول روی خانه داشتیم، شخصا خود من رفتم شکایت کردم، ولی خب مامورش گفتش که شما اتباع هستین، از افغانستان نیاوردین و حق بردنش هم ندارین. بعد گفتش که تا اونجایی که میتونین فقط سریعتاً از کشور ما بریم بیرون. بعد گفتیم واقعا مثلا قرض باریم، پولی هم که گرفتیم مال خودمون نیست، ولی خب چیکار کنیم باید بریم. گفتش که اگه من مأمور دولتم بهتون میگم فقط بریم، که هر چی دارایی بود مثلا همه چیزمون همون پول روی خانه بود. بچه‌هایتون چه رقم؟ بچه‌هایتون دیش هوا یخ نمونن، اذیت نموشن؟ سرده، هوا سرده. بچه از من دیگه از یک لقمه نان به سختی، هوای سرد، نه پتویی نه بالشتی نه توشکی نه خانه نه گرمایشی، هیچ چیزی. خدا بزرگ یا خاله جان، انشالله من پیامتان دوستان میشونن میبینن، اشتراک گذاری هم مونن دوستا. با امید خدا تا ایده چند روز انشالله خانه خوب براتون پیدا شد که بتونین یک چند وقت گذاره کنین و دوستان هم کمک کنن انشالله، یا مالی یا وسایل خانه انشالله براتون میخرن که بتونن از این مشکلات در بیاین. با امید خدا دوستان عزیز شما ویدیو رو اشتراک گذاری کنین، با امید خدا که مشکلات از این خانواده حل شه. ما تلاش منم همو کمکایی که شما میفرستیم به این دنف حسن برای دوستا برسانم و جدا از او امروز نوبت از یک شما خود نشان بدین، امروز نوبت از یک دیست از خانواده رو شما بگیرین. امروز ما شاید یاد مانده باشه چند وقت پیش دوستان ما گفتن آقا چرا یوتیوبرای ما نمارن دم مرز، نمارن کمک رسانی نمونن. اینمی خودش مرزه. اگر شما بخواین دیست بگیرین باید امروز بگیرین. نفر آمده در خانه تان، اینمی اینجا نیاز داره که شما قدش همکاری کنین. از دل تشکر. اگر گفتنی دیگه نداریم ما خداحافظی کنیم. تشکر دست همه لالایگو درد نکنه. واقعا که ما همین دو خانواده دست بال ما دیگه خیلی خالیه. واقعا بعضیا میگه روز عاشورا بری، نمیدونم روز 40 کربلا بری. الان که ما میبینیم در وضعیت این بچه‌ها خدا شاهده کربلا و عاشورا و 40 ستایش همینجا. بازم دست لالایگو درد نکنه. دیگه گفتنی از بیشتر ندارم. بازم امید اول خدا بعد خدا، امید همین لالایگو و همین جا که آمدیم امیدم فقط همین جاست. دیگه امیدی ندارم خدا شاهده. دیگه دست بال من وضعیت همه رو میبینیم که همین جوریه. خودم که باید درمان بشم، کلیه راستم نیاز به عمل داره. تشخیص دکتر آخرین بار که من رفتم کلیه راستم باید عمل بشه، اما وقتی عمل کردن اونجا نداشتیم چون وقت نداد. رفتم دکتر گفت که باید بری مملکت خودت عمل کنی. اینجام که من تو مرز یک دو بار رفتم، در همین سازمان ملل دکتر خود نشان دادم، یه 2 ورق قرص دادم، میگم بنده خدا مشکلی کلیه دارم، این نیاز به عمل داره، یه داروی بده که حداقل دردش ساکت بشه. گفتن نه تو بخور و همین خوب مونه. ولی نمیدونم این تا چی قدر دوام بیارم.
اگر واقعا درمان نشه احتمال زیاد کلیه‌ام از من بره. اگر کلیه‌ام خراب بشه دیگه خودم دوام نمیارم. کمک سازمان ملل چقدر بود میتونید هر خانواده 10,000 افغانی سرمرز در ما دادن. دیگه کمکی نکردن. 10,000 افغانی خیلی شما تا جاغوری میرسید. نفر 1400 افغانی از هرات، چه هرات بود دیگه، از هرات تا اینجا آمدیم ما، تا این بازار انگوری را. در هتل هم که بودیم شبی 1100 از ما گرفته دیگه. این آخرین بارش بود که تمام شد و ما اینجا گوشت آمده دیدیم سالو نشسته یه طرف اینجا یه طرف هم برگه. اینجا واقعا دوستان میبینن تصویرش وضعیتش خوب نیست. این جب ما دیگه تا تک شد و فرار کردیم آمدیم اینجا، نه آب نه غذایی نه چیزی، هیچ چیزی نداریم دیگه، برای گفتن برای چیزی نداریم دیگه. لاله تشکر، زنده باشید، جور باشید. عزیزای دل ما هم که شما در تصویر میبینین مشکلات از خانواده خیلی زیاده. چه جای زندگیشون اولین چیزی که خیلی مهمه، دوستایی که در ساحه وودقل انگوری علاوه خصوص زندگی نه وودقل انگوری داوود اینقدر جستجو کنین تا بتونین یک خانه برای از دوستا پیدا کنین، یک خانه ای که بتونن گزاره کنن در اونجا بشینن، حداقل یک آب خوردن داشته باشه. دومی که خیر اینه که دستشان میرسه. ما بارها شنیدم دوستا تواناییش دارن و میخواین همکاری کنن، ولی اینمی خانواده نیاز دارن در همکاری. ما سر جان قضیشان استادم، شما هم باشین. تشکر از این قضیه هستیم. خدا نگهدار. آقای محمدی